سستری ما علکای آماده شده استیم همه کسا خدا قوت ما بودی اکرام اگه دوست هم داشتی اکا بازی شهر می شود خدا نگاه بامون خدا اکا ببوریم اینا خودش اینا بیا فخر اینا علکای مردم جمع شده سکون بتونیم مردم جمع شده سلام علیکم، من دوست مراد شریفوف هستم، حجم‌نگار تاجیک، هنرمند سینما تئاتر و امروز خیلی که ما شاهد شدیم دو ملت همزبان ایران و تاجیکستان بازی دوستانه داشتیم. یک بازی خوب و خاطرمان بود. ما هنرمندا چی می‌خواهیم؟ فقط صلح باشد، صلاح باشد، پرچممون هم که پرپرافشان باشد، باشیم سرجم باشیم. خدا نگهبان فارزبانان روی دنیا. خب مسلماً پیوند دوستی بین ایران و تاجیکستان بسیار عمیقه و این مناسبات مثل مسابقات ورزشی و تبادلات فرهنگی اینها باعث عمیق‌تر شدن و
بهتر شدن این روابط میشه و دوستی ها و قلب ها به هم نزدیک میشه و امروز هم بسیار پرشور بود. در حقیقت بازی بین هنرمندان ایران و تاجیکستان بسیار پرشور بود، خیلی لذت بخش بود. شور و هوا دو طرف تشویق میکردن، ایرانی‌ها تاجیکی‌ها رو، تاجیکی‌ها ایرانی‌ها رو، و این باعث پیوند اون قلب ها میشه. بسیار عالی بود، لذت بردیم. عین حال ما آمدیم برای تماشای فوتبال میانی هنرمندانی بزرگسال ایران و تاجیکستان. هرچند که فوتبال بازها در میدان رقابت دارند، ولی این رقابت باز هم دوستی تاجیکستان و ایران را باید هم مستحکمتر می‌سازد. ما این رقابت را نهایت هر دوستی می‌بینیم، زیرا دوستی ما را پیوندتر و مستحکمتر می‌گرداند.